جوانی تو سوپرمارکت مشغول خرید بود، دید یکی تعقیبش میکنه، نگاه کرد دید یه پیرزنی هست بهش زل زده. گفت مادر جون چیزی شده؟ پیرزن با اشکی تو چشاش گفت خیلی شبیه مرحوم پسرم هستی. وقتی من مادر صدا زده خاطرات پسرم برام زنده شد. جوان دلداری شد و گفت یکی میره یکی میاد مادر جون، شما هم نمیخواد خودتون ناراحت کنی. پیرزن در حال رفتن گفت پسرم یه خواهشی ازت دارم، یه بار دیگه منو مادر صدا کن. جوانم با صدای بلند گفت مادر مادر. پیرزن با خوشحالی خداحافظی کرد و رفت. جوان که خریدش تموم شد رفت حساب کنه، صندوقدار بهش گفت 280,000 تومان. جوان فیوز پروند، گفت قربونت من که چیزی نخریدم. صندوقدار گفت 30,000 تومان حساب خودت، 250,000 تومان حساب مادرت که گفت پسرم حساب میکنه. جوان از اون به بعد دیگه به مادرش هم میگه خاله. ناکس دیگه هر مشنگی که برابر نگاه میکرد فهمید که منظور اینه که به نظام الهی ما چاقو هم که بزنی خونش رو زمین مینویسه کلک و حق بازی رفته به خوردش. آی دکتر قبل از اینکه خون به پا بشه برم سر سوالات. اتفاقا اگه بری سر سوالات خون به پا میشه. برنامه‌ت عین دیزی که بار گذاشتی گوشت اعلا گرفتی انداختی توش، بعد زورت بدی یه ذره دوبه و ادویه بریزی که مزه‌دار بشه. زبون باز کن دو کلوم بگو این کی آوردی اینجا، این گوشت از کجا آوردی؟ چون واضحا نگفتم آی دکتر شما یه چیزایی دارین یا چیزایی ندارین، مثلا معرفت و مرام وجود تا دلت بخواد ولی لنگه ندارین آی دکتر. شرمنده میکنی آی دکتر وقت نیست همه فضایل شما رو آره جون خودتو زکی. واسه اینکه روشن باشه بود حرفاتو نخوردم بگی که اومد این تحلیل استراتژیکی رو طرف رفت فلفل بخره، گفت آقا فلفلاتون تند یا شیرین؟ فروشنده گفت تند میخوای یا شیرین؟ گفت من تند میخوام. فروشنده گفت خب پس تنده، نیم کیلو گرفت. بعد گفت حالا 8 کیلو هم شیرین میخوام، از کجا بخرم؟ فروشنده گفت والا این فلفلا رو سوسولا میگن تنده، ورزشکارا میگن خیلی شیرینه. ماشاءالله چه هیکل ورزشکاری هم داری شما. آی دکتر ول کنین اینها رو. مقام عظما گفتن مقام علمی نظام ما اونقدر بالاست، اونقدر بالا و پیشرفته است که ماهواره میفرستیم کل منظومه شمسی رو رصد میکنیم، موشک میزنیم 7,000 کیلومتر بر ثانیه میره. کرونایاب میسازیم به اون عظمت که سلامی میگه از 100 متری ویروس رو پیدا میکنه. بعد حالا نمیتونیم یه تلسکوپی ذره بین یه چیزی بدیم دست این علمای نظام که ماهو ببینن، این فضیحت به بار نیاد که مثل سگ و گربه میزنن تو سر مقام عظما. خب برم کسی که در قابلمه بگیره این دستش، آنتن بگیره اون دستش، بگه کرونا یاب درست کردم، شعورش دیگه به چی میرسه؟ تلسکوپ هم بدی دستش نمیفهمه چیه که میگیره نگاه میکنه توش فوت میزنه که مثلا فلوت بزنه باش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن دندون پزشکه به مشنگه گفت دوست داری به جای دندونی که برات کشیدم یه دندون بکارم واسط؟ مشنگه گفت اگه الان بکاری کی در میاد؟ روشن شد یا برفستم به سراغ دندون پزشک. تو خلاصش فطر امسال برای مقام عظما عید نبود عزا بود. بدبخت 1 سال منتظر میشینه میخه مرجعیت خودشو بکوبه. الان که میگه ماهو دیدم یک شنبه ایده میپیشن جلوه زایش میکنن، میگن غلط کردی دوشنبه ایده. چرا این کارو میکنن؟ مار که پیر میشه قورباغه هم واسهش کاری میخونه. منظور تو چیه دکتر؟ دعوا که سر دیدن ماه نیست که الان وضعیت مقام ما حیوانکی طوریه که گوسفندم گازش میگیره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن یارو با داعش نامردش رفته بودن یه جایی با 2 تا مرسی هیکل دعوا شد، ریختن سرش حالا نزن کی بزن. یهو نگاه کرد دید داداشم داره همراه اونا میزنتش. گفت ناکس تو دیگه چته؟ گفت اینطوری از یه خانواده 2 نفر کتک نمیخورن. آی دکتر بحث کتک شد یاد مجلس افتادم. مقام عظما به هزار بدبختی که هنوز از زیرش در نیومده که چرا وسط کرونا مجلس انتخاب کرد، مجلس یه دست را انداخت ولی جنگ و دعوا تو مجلس تمومی نداره. الان دیگه مرضشون چیه که حساب نمیبرن؟ قربونت برم دعوا سر زور و قدرته، با نصیحت و موش که حل نمیشه، اسمش عوض بکنن که حل نمیشه که. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن معلم از شاگرده پرسید بزرگ بشی میخوای چی کاره بشی؟ گفت دوست دارم قاچاقچی بشم پولدار بشم. معلم دعواش کرد، بعدم پدر و مادرش رو صدا کرد بیا مدرسه. گفت بابا به این یاد بدین درست جواب بده.
دفعه بعد که پرسید شاگرده گفت میخوام قاضی بشم. معلم خوشحال شد، گفت باریکلا پسرم، حالا چرا قاضی؟ گفت به خاطر اینکه از قاچاقچی‌ها پول بگیرم، تبرئه‌شون بکنم، پولدارتر بشم. ای دکتر، ارسال کشتی بنزین به ونزوئلا مسئله ما رو حل میکنه یا خیر؟ با شطور که با استکان آب نمیدن که. ولی خودمونیم حماسه بود از سالم رسوندیم. اولا ببین بدبختی تا کجاست که کشتیمون که برسه باید جشن بگیریم. دوما مثلا خیلی خوشنام بود اون طرف که حالا ما رو باهاش همتین کردن، یعنی یه بدبختی جدید اومد و بدبختی قبلی. من اون اولی همیشه میفهمودم بزن باهاتون عرض میکردم بله، میفهمودم طرف مشکل روانی داشت، 10 جلسه رفت پیش روانشناس، اینقدر پول ویزیتش بالا بود الان هم مشکل مالی داره هم مشکل روانی. بله آقای دکتر، الان از همه طرف زیر فشاریم. شمخانی مشنگم لو داد که تو سوریه هم گذاشتن پشتمون که بندازنمون بیرون. آره نارو خوردیم بدجور. از اولش من به این عظما گفتم همیشه با کسی رفاقت کن که وقتی دعوا شد زورت بهش برسه بتونی بزنیش. اروپا هم یه خط در میون حزب الله و رفیقای مقام عظما رو میبره تو لیست. مگه قرار نبود با ما دوست باشن و واسطه گری کنن؟ تو چه دل خوشی داری؟ کاش صاف صاف میذارن تو پوستمون که اقلا بفهمیم از کجا خوردیم. مشنگه میگو آقام خیلی مهربونه، سر نهار دستم خورد به پارچه آب ریخت تو غذاش، هر کی بود یه چک میخوابون تو گوشم، ولی آقای من هیچی نگفت، بشقابشو با بشقابم عوض کرد. آی دکتر این چه دنیاییه؟ 30 میلیارد دلار خرج سوریه کردیم. خدا دلار خرج عراق، یه قلم 32,000 تا نونخور تو دولتش. کلی دادیم به اون شیخ حسن نصرالله مشنگ و پرور کردیم. کلی عکس با خانم موگیرینی و امتیاز به روسیه و چین و دیگه دست تو درم نذار تا فردام دارم بگم الان که روزش شد که باید کمکمون کنن توفم گفت دستمون نداشتن. تقصیر خودمونه قربان. یه چیزایی میخوریم که دیگه هیچکی با همون هم غذا نمیشه. من اون اولی همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن یکی بود غذای تند فلفلی میخورد، هی بهش میگفتم موقع غذا بسم الله بگو که شیطون باید هم غذا نشه. اینم همش یادش میرفت نمیگفت. یه ماه گذشت شیطون رفت سراغش گفت جان هر کی دوست داری تو که بیخیال فلفل بشو نیستی، اقلا این بسم الله رو بگو که من باید هم غذا نشم، یه ماه معدم داره میسوزه، میخوام من یادت بندازم بگی بسم الله. بخش پایانه آیه دکتر، جمع‌بندی اوضاع نظام در یک جمله، لطفاً ته کارو خوب تموم کنید. چیزی که تهش خوب تموم میشه فقط قابلمه ماکارونیه با تعدیگش، ولی وضع نظام سربسته میگم. یارو وضعش خیلی درب و داغون بود، هر وقت میگفت خدا رو شکر فرشته شونه سمت راستش میزد پس کلش میگفت وای مسخره نکن. آی دکتر شما هم شدین دسته صندلی سینما، معلوم نیست مال من یا مال بغل دستی. شما بالاخره استراتژیک نظامین یا استراتژیک بیگانه؟ برم همون دسته صندلی سینما رو میذارم